دغدغه اول مسافرها برای اومدن به کیش اینه که خیلی‌ها فکر کنن هزینه‌های کیش خیلی بالاست. امروز میخوام بهت 5 تا از بهترین تفریحات جزیره کیش رو بهت معرفی کنم که آخریش یکی از جدیدترین و لوکس‌ترین تفریحات آبی جزیره کیشه. تا اینطوری نیست که همیشه سفر هوایی به جزیره کیش داشته باشید. شما میتونید با ماشین شخصی خودتون از طریق دریا وارد جزیره کیش بشید. مگه میشه بیای اینجا و شاورما نخوری؟ ما اینجا انواع شاورما داریم، شاورمای مرغ، شاورمای گوشت با انواع سس‌های دستساز که هیچ جا پیدا نمیشه. دغدغه اول مسافرها برای اومدن به کیش اینه که خیلی‌ها فکر کنن هزینه‌های کیش خیلی بالاست. قراره که امروز ما با همدیگه کلی از هزینه‌هایی که می‌خوایم بیاین جزیره کیش رو با هم بررسی کنیم. زمانی که اومدید داخل جزیره کیش به هیچ مشکلی بر نخورید. لطفاً تا انتهای ویدیو همراه من باشید. دغدغه اول مسافرها برای اومدن به جزیره کیش اینه که یه تور خوب، یه هتل خوب داشته باشن. شما میتونید با آژانس‌های مسافرتی تماس بگیرید و با کارمنداشون صحبت کنید یه تور خوب راهنماییتون کنن. اولین هزینه‌ای که اومدی کیش بهش برمیخوری خورد و خوراکه، صبحانه، نهار، شام. ولی دوستانی که هتل دارن صبحانهشون رایگانه، میمونه نهار و شام. اولین دسته از رستوران‌های موزیکاله که موسیقی زنده دارن و غذاهاشون از 250 شروع میشه به بالا. بستگی به نوع انتخاب غذایی که شما ایزان دارید سفارش میدید هستش. دومین دسته از رستوران‌های جزیره کیش رستوران‌های دریاییه. دوستانی که عاشق و یا غذاهای خاص دریایی میخوان مثل میگو، ماهی، لابستر، خرچنگ و خود قلیه ماهی، من خودم کلا در مورد غذاهای دریایی و رستوران دریایی یه ویدیو کامل درست کردم که لینکش هم میذارم این بالا، حتما برید ببینید و استفاده کنید. ولی در کل دوستانی که میخوان برن استفاده کنن از این رستوران دریایی غذاهاشون از 250 شروع میشه به بالا. بستگی بازم به نوع انتخاب خودتون داره. میریم سراغ غذای فست فودی. خیلی طرفدارم داره غذای فست فودی، اونم داخل جزیره کیش. میتونید برید اول ایوان مرغواری. خب غذاهاشون از 150 شروع میشه به بالا. حتی ما داخل جزیره کیش هایدار هم داریم که اونم کجاست؟ پردیس 1 و 2. میتونید برید استفاده کنید. آخرین دسته از رستوران‌های کیترینگیه که ما داخل جزیره کیش 2 تا از بهترین کیترینگ‌ها رو من الان بهتون معرفی می‌کنم. یکی دستپخته، یکی کیترینگ گل مریمه که غذاهاشون از 155 تومن شروع میشه به بالا که مرغوم به صرفه رم هستن. میتونید برید استفاده کنید. لطفاً با من همراه باشید تا بریم سراغ هزینه‌های بعدی. هزینه‌های بعدی تو مبحث حمل و نقله که این هزینه‌ها به 3 دسته تقسیم میشن. تاکسی اینترنتی که داخل جزیره کیش هزینه‌های تاکسی از 60 تومن شروع میشه به بالا. بستگی به مقصدی که شما میرین داره. همه میدونن جزیره کیش به خاطر ماشینای لوکسش معروفه که نصف از این مسافرها به خاطر همون ماشینای لوکسش میان داخل جزیره کیش که این ماشینا برای رنت از شبی 1,500 شروع میشه به بالا. هزینه بعدی اجاره دوچرخه و موتور سواریه که میتونید دور تا دور جزیره کیش رو بزنید که هزینه‌های موتور و دوچرخه از 150 شروع میشه به بالا. هم میتونید به صورت شبانه یا هم میتونید به صورت ساعتی اینا اجاره کنید. هزینه‌های بعدی هزینه‌های تفریحات آبی جزیره کیشه. امروز میخوام بهت 5 تا از بهترین تفریحات جزیره کیش رو بهت معرفی کنم که آخریش یکی از جدیدترین و لوکس‌ترین تفریحات آبی جزیره کیشه. تا انتهای ویدیو همراه من باشید. هلیکوپتر برای اونایی که عاشق هیجان و پرواز هستن. هزینه این تفریح برای 20 دقیقه 2,300,000. یکی از بامزه ترین تفریحات جزیره کیش غواصی با دلفینه که برای 1 ساعت هزینه این تفریح 1,700,000. متفاوت ترین و گرون ترین تفریح کیش تونل باد میکاماله که برای 5 دقیقه 1,700,000.
تفریح بعدی غواصی VIP. فرقش با غواصی معمولی اینجاست که با پارتنرت راحت میتونی بری دنیای زیر آبو ببینی. هزینه این تفریح برای 15 دقیقه 1,700. و در آخر یکی از جدیدترین و جذابترین تفریح آبی جزیره کیش جتکاره. این نیست، این جت اسکیه که هزینه این تفریح 15 دقیقه 1,500,000 تومانه. قرار نیست که همیشه سفر هوایی به جزیره کیش داشته باشید. شما میتونید با ماشین شخصی خودتون از طریق دریا وارد جزیره کیش بشید. سلام دوستان، من محمد بیگی هستم از کانال یوتیوب لوک ات کیش. امروز قراره که 6 مورد در مورد سفر دریایی به جزیره کیش رو داشته باشیم. لطفاً تا انتهای ویدیو همراه من باشید. در حال حاضر تنها بندر مسافربری برای سفر به جزیره کیش بندر چارک و بندر آفتابه. قبلا دوستان یه ویدیو در مورد مکان‌های دیدنی جزیره کیش براتون درست کردم. لینکش هم میذارم این بالا. حتما برید ببینید، لذت ببرید. هزینه انتقال خودرو یعنی همون پاپوداش با سرنشین و عوارض به صورت رفت و برگشت کلا قیمتش بین 2 تا 3 میلیون تومانه. به طور کلی انتقال این خودروها که میگم به داخل جزیره کیش ممنوعه، مخصوصا پراید، پیکان، آردی، مینیبوس، اتوبوس و موتورسیکلت. سفر دریایی با لندگرا حدوداً 2 الی 3 ساعت طول میکشه. مدت زمانی که میتونید داخل جزیره کیش با خودروی شخصی خودتون باشید 10 روزه. اگر بیشتر از 10 روز طول کشید یا اقامتتون بیشتر شد، روزی 100 تومان جریمه‌اش رو میتونید پرداخت کنید. اگر به هر دلیلی خودروی شخصی خودتون رو نخواستید بیارید جزیره کیش، میتونید از پارکینگ‌های بندر چارک و بندر آفتاب استفاده کنید. الان که فصل جنوبه و همه دارن میان جزیره کیش، دنبال لوکیشن های عکاسی خوب میگردی داخل جزیره کیش، بیا من بهت بهترین لوکیشن های عکاسی جزیره کیش رو بهت نشون میدم. من محمد بیگی هستم از کانال یوتیوب لوک ات کیش. لطفاً تا انتهای ویدیو همراه من باشید. اولین لوکیشن عکاسی ساحل نارگیلا. یه جای جذاب جدید عکاسی، اونم کجا؟ ساحل مرجان. آوردمتون یه ساحل خیلی خفن، ساحل تورنج. دوستانی که دنبال تمهای تولد، عروس داماد، نامزدی هستن، اینجا یکی از بهترین ویوی هست که میتونید استفاده کنید.
دوست داری عکسای مدل جنوبی بگیری؟ اونم با برقه و شال. این ساحل مخصوص همون عکسای خوبه. این ساحل حالا اسمش چیه؟ ساحل کلبه هور که تمام فیلم‌های سینمایی، موزیک ویدیوها داره تصویر برداری میشه. یکی از بهترین ساحل‌های جزیره کیشه. شما الان دارید نگاه کنید. رسیدیم به گل سرسبد جزیره کیش که همه کلی باش خاطره دارن. اونم چی؟ کشتی یونانی. امکان نداره بیای جزیره کیش و عکس با کشتی یونانی نگرفته باشی. اومدی جزیره کیش همش دنبال تفریحاتی آبی نباش. خود جزیره مکانهای تاریخی زیادی داره، اونم با بیش از 500 سال قدمت. من محمد بیگی هستم از کانال یوتیوب لوت اتریش. لطفاً تا انتهای ویدیو همراه من باشید. 1000 ساله حریره که میگن داخل جزیره کیش کجاست؟ همینجاست. این شهر به علت یه زلزله خیلی بزرگی فرو میریزه. این تمام بناهایی که الان دارید نگاه میکنی یعنی باقی مونده خود این شهره. این عمارتی که الان هستیم به اسم عمارت عیون نشین خود شهر تاریخی حریره بوده. چرا؟ چون که وسیله‌های خیلی زیادی مثل جواهرات و اینا خیلی داخل اینجا پیدا کردن و به اسم عمارت عیون نشین معرفی شده. جزیره کیش یه زمانی دست پرتغالیا بود و پرتغالیا اینجا سلطه‌گری می‌کردن. تنها باقی مونده ای که از این پرتغالیا به جا مونده این توپ سرپره. و اما درخت سبز که کلی از مسافرها با این درخت
کلی خاطره دارن. یه زمانی جزیره کیش دست پرتغالیا بود و هندیا اجازه داشتن بیان آبهای شیرین استفاده کنن و این درخت‌ها هندیا هدیه میدن به دست پرتغالی‌ها که دور تا دور جزیره کیش قلمه‌های زیادی میزنن. البته حرف و حدیثی هم در مورد درخته هست. مثلا حالا بحث فانیشو داریم میگیم، گفتن که آقایون متحد 70 دونه از این میوه‌های این درخت میل کنن دوباره میتونن تجدید فراش کنن، یا مثلا مجردات دخیل نخ و پارچه ببندن، بختاشون باز میشه. حالا اسمای اصلی درخت چیه؟ خب داخل جزیره کیش به اسم درخت آرزوها یا درخت سبز میشناسن، ولی اسمای اصلی درخت ایونتری، درخت لور یا انجیر معابد. شما اگه سمت بندرعباس، قشم، زاهدان، چابهار برید به اسم درخت لید یا مکس هم گفته میشه. البته داخل کتاب احمد محمود به اسم درخت شیاطین هم نام برده شده. حالا این درخت چند سالی است که کلاً رفته رو به خشکی. آیتم بعدی که میخوایم بریم به اسم شهر زیرزمینی کاریز با بیشینه 2500 ساله. قراره که 14-15 متر بریم زیر زمین و تمام قنات‌های زیرزمینی چه از مرجان چه از بقیه چیزا رو بهتون نشون بدم. مگه میشه بیای اینجا و شاورما نخوری؟ ما اینجا انواع شاورما داریم، شاورمای مرغ، شاورمای گوشت با انواع سس‌های دست‌ساز که هیچ جا پیدا نمیشه. لطفاً تا انتهای ویدیو همراه من باشید.
اینجا یه فضای دلنشین برای باصفا هاست مخصوص خودتون. حتما اینجا بیاید و اون غذای خوشمزه و خوش‌طعم به اسم شاورما یادتون نره. تازه اومدی اینجا میتونی سوغاتی عربی هم ببری با خودت. ترشی انبه، ترشی مخلوط، انواع ادویه‌های عربی، دوستانی که ادویه باز هستن و کلی محصولات دیگه اینجا هست که میتونید شما از دل استفاده کنید. در ضمن دوستان من یه ویدیو در مورد رستوران عربی جزیره کیش درست کردم، لینکش رو میذارم این بالا، حتما برید ببینید. خب دوستای عزیز اومدیم داخل آشپزخونه که طرز تهیه شاورما رو بهتون نشون بدم که چطوری درست میشه و خدمت شما عزیزای دل سرو میشه. سلام دوستان، اول نون رو ور میداریم میذاریم میریم سراغ سس شیره که داخل خود نون میریزیم. جعفری، گوجه و این هم از خیار شیر. این مخلفات داخل خود شاورما فقط میمونه مرغ. این هم مرغ خود شاورما. موقع پخته شدنش لایه‌های باریک باریک شروع می‌کنیم باریک زدن. الان هم موقع اضافه کردن خود مرغ روی مخلفات. بعد اینجا این نکته‌ای که داره مرغمون رو ریختیم یه خورده کمه، بیشتر روش اضافه می‌کنیم. مرحله آخر که میمونه خود سس دوباره که بهش اضافه می‌کنیم. پیچیدن شاورما هم که خیلی ساده است دیگه. دو لبه رو میاریم بالا، نون رو برمیگردونیم رو هم، 4 تا انگشت میذاریم، 60 تا میذاریم، میکشیم عقب. این که اینجا سفت شد بعد شروع کنیم پیچیدن شاورمامون رو. فقط با برم داخل گریل که پخته بشه نون. تمام. میشه بعد شاورما خوردن و کلی غذای عربی، چای کرک، شیرینیجات عربی نخوری؟ توضیحات کامل خود خانم براتون میگن. خب اینجا انواع اقسام شیرینی‌های عربی رو داریم، فطایر، لگیمات، شهریه، بعد انواع اقسام چای کرک، قهوه عربی. اولین جایی هم هستیم که چای کرک رو روی شن درست میکنیم. حتما امتحانش کنید، پشیمون نمیشید. این همه آپشن رو کجا میتونید پیدا کنید؟ کلی غذاهای عربی خانم بهادری کلا توضیحات براتون میدن. غذاهای عربیمون مجبوس، ماهی، میگو، قلیه ماهی، قلیه میگو و انواع کباب ها رو اینجا داریم. راستی هر شب اینجا موسیقی زنده هم داریم. منتظر همتون هستیم. خب دوستان اگر از این ویدیو لذت بردید حتما دکمه لایک را بزنید، سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدی ما اطلاع داشته باشید. خدا نگهدار.